با سلام و درود خدمت تمام عزیزایی که بیننده کانال آریارت هستن. امیدوارم صحتمند و تندرست و عافیت باشین. امروز کدام آموزش را آپلود نکردیم برای شما. چرا که آموزش های مرا شما حمایت نمیکنین، مرا سابسکرایب نمیکنین. خب به هر حال اگر دوست دارین که آموزش همچون تابلوها را ببینین، میتونین به کانال ما سر بزنین. ان شاء الله در آموزش های بعدی قسم تابلوها را آموزش بر شما میگذارم. خب معلوم دارد که هر هنرمند از خود فن‌هایی داره که مختص به خودش است و معمولا این را آموزش نمیده و ما دوست دارم به شما از آموزش بتونم که بسازین و مستفید شوین. بریم بسته‌بندیش بکنیم برای عزیزا. ما یک کلیدبند معمولا برای بعض تابلوهایی که قیمتش بلندتر است برای مشتری خود میگذارم. امروز ما یک کلیدبند بسیار قندولک جور کردیم و مثل خود تابلو یا ساعت خود یک موج دریاگک در آینگک خرد جور کردیم که میتونین آموزش در پیج ما ببینین. در هفته های بعدی انشالله میگذارم. من میشه اقربای تا میکشم به خاطر که درام ممکن کات شون یا کدام مشکل باشه اینجا شود، به خاطر اینا را میگذارم در پلاستیک جداگانه به خاطر مشتری. خب این هم لاینش است که لای تابی سفارش داد عزیز ما، آمادهش میکنیم. خب ما پلاستیک چون تابلو کلان بود، پلاستیک های خورد پیدا نمیشه، خلطه های خورد مجبور شدیم از پلاستیک سیاه استفاده کنیم دیگه، به خاطر که تابلوهای ما معمولا به پلاستیک های یا خلطه هایی که ساخته میشه جور آمد نمیکنه، در کاغذ هم که انتقالش مشکل میشه، به خاطر ما در پلاستیکی را جاسازی میکنم که انتقالش آسان شود. من یک دو سفارش دوم گرفته بودم که آموزش از اینا در پیج ما هستن، میتونین سر بزنین و ببینین. حفصه جان و هدیه جان اینا رو سفارش داده، دو قاریه های عزیز ما. خب اینا آماده ازی شدن که بخیر به مشتری تحویل داده شوند. از موتور چرای قمر براتون ویدیو گرفتم، مقدار ویدیو طولانی نگرفتم. سمت دیو قانون روان هستیم. تابلو را دادم 2000 افغانی گرفتم، حالا سمت 500 فامیلی میریم که دو سفارش دیگه ما رو تحویل بدیم. خب این آخرین سفارش را که تحویل میتونم برای عزیز خود. خب اگر هم علاقه‌مند بودین که آموزش این و تابلوها رو یاد بگیرین، بر خانه‌تان بسازین، یا حتی اگر دوست دارین که از درآمدزایی بکنین، میتونین پیج ما رو سابسکرایب بکنین، لایک و کامنت یادتان نره. ما منتظر کامنت های شما هستم. آموزش های بیشتر در پیج خود میگذارم و تا ویدیوی بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. وقت شما بخیر. خداحافظ.